بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، مرحبا بر مهمان الله ماه رمضان. خوش آمدی جانب الله بحری مسلمانان. ماهی پربرکات و ماهی نزول قرآن. ماهی رحمت است و مغفرت است و هم نطق نیران. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که صدای ما را میشنوید. یک چند برادر انشاءالله سوال کردن درباره انشاءالله دادن این زکات، صدقات فیتر، یعنی نظر. انشاءالله خدا خواهد یعنی بیان تیمتیان طبق انشاءالله خدا خواهد آیت قرآنی الله سبحانه و تعالی در سوره توبه انشاءالله یعنی 35 آیت الله مرحمت میکند در آیت های زیرین که باید که ما و شما انشاءالله وقتی که ذخیره میکنیم انشاءالله از یعنی مال ها، پول و مال، طلا و نقره و یا که مال هایی که تجارتی است عزیزان من انشاءالله خدا خواهد باید که زکات دهیم. دادن زکات فرض است عزیزان من. مثل 5 وقت نماز در چند جای قرآن کریم 27 جای قرآن ده الله سبحانه و تعالی نماز به زکات یک جای کرده است عزیزان من. استعیذ بالله اقیم الصلاه و ایتاء الزکاه. یعنی شما نماز برپا دارین و زکات مالاتون بتین انشاءالله خدا خواهد. انشاءالله کسی که انشاءالله زکات مالاش نمیتید، خدا دولتش داده، پول و مالش داده، برای این شخصا انشاءالله یا که کسانی که مردم فریب میکنن برای ناحق، مثل یعنی عالمان یهود، مثل عالمان نصارا که مردم ها را پول و مالش تله و تاراج میکنن، این وعید برای عالمان محمدی هم یعنی داملاهای محمدی هم تعلقتی دارد انشاءالله. خداوند در سوره توبه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای آنان که ایمان آوردیم به یگانگی من و به روز قیامت، البته بسیار از احبار و رهبانی یعنی عالمان پیشین انشاءالله قوم یهود و نصارا عزیزان من، لیأکلون اموال الناس، البته مالای انسان برای باطل میخوردن. وقتی که بیان نمیدادنش که شما خیر کنین احسان کنین، لکن نمیدادن، خودشو ذخیره میکردن، خودشو میخوردن. حتی در این باره اشاره به دوره های سلمان فارسی بعدی وفات کردنش، همه مردم که اون آدم دا باری میکرد گفتن این دا اعتقاد نکنی، این تمامی پول و مال که شما دادین همش گور کرگی است، ذخیره کرگی است و کافتن که چند خمی انشاءالله طلاها پول و مال ها یعنی ذخیره کرد. یعنی خدا میگه مثل اینها شما هم مردم ها را انشاءالله فریب نکنین عزیزان. و یصدون عن سبیل الله، و اینا باز میداشتن مردم ها را از راه خدا. انشاءالله خدا خواهد این وعید و همه ما شما تعلق دی دارد. کدام انشاءالله پیشوایی که هستیم و خود من انشاءالله خدا خواهد تینج هستیم، نصاب ما شما که به زکات میرسد، گرفتن انشاءالله زکات، صدقات فیتر و نظر برای ما شما حرام است عزیزان من. از خدا بترسیم و حق به حق دارش رسونیم. این دنیا انشاءالله چی است؟ ما و شما مهمان هستیم، پگه میریم پیش الله شرمنده نشیم، در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سرخم نباشیم عزیزان من. برای همین حق در حق دار ادا کنیم انشاءالله خدا خواهد. در دوام آیت میگد والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. و شخصانی هستین که ذخیره میکنن طلا را، کمش و نقره را و نفقه نمیکنن در راه الله، بس بشارت و یا را به عذابی دردناک.
ببینین عزیزان من، این وعده الله هست. گرچه ما هم اگر پولمون به زکات برسد انشاءالله باید ما هم ادا کنیم انشاءالله. ما هم انشاءالله حقی این بیچاره، حقی کمبغلا، حقی مدیون و حقی قرضدارا، حقی طالبای علم و حقی اینا را باید که ما هم انشاءالله ادا کنیم. این وعید نه برای خدا خود باید است، بلکه بر تمام امت محمدی صلی الله علیه و سلم انشاءالله این وعید نداخل میشه. از الله بترسیم. بعضی برادران شکایت دارن که مثال ما خیر احسانا میتین از خدا بترسیم انشاءالله خدا خواهد. و در دوام آیت خدا چی میگه؟ یوم یحما علیها فی النار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خدا میگه روزی که تصفانده میشود همین پلایی که داری، تلا و تنگه و نقره و که انشاءالله زکات شبه یعنی حقدار ادا نمیکنی، اگر مبادا مردمونیم روز قیامت همین انشاءالله پول و این چیزا تصفانده میشود عزیزانی من. خدا میگه که در پیشانی شما جباههم و جنوبهم، در دمگه شما و در پشت شما مثل که حیوان انشالله برای گم نشیدنش امروز تغمه میزنن، همچنان میگه در پیشانی و دمگه و دل و پشت شما چسبانیم. برای چی؟ بزرگان گفتیم برای چی خدا حقسمان آمدن مفسرها گفتیم برای چی خدا گفت که در یعنی پیشانی شما، در دمگه شما، در دل شما، سبب که آدمی پولدار مبادا اگر یک کمبغل بیند پیشانیش جیر میگرد است. برای چی پیش گفت؟ پیش میگرد است که همین بدبخت از کجا آمدون نبینمش. ببینید برای چی دمگه گفت؟ یعنی بدمگهش به دل گفت، به دل بد میدید از ما و شما از ما بعد میدیدیم، یعنی اون بیچاره که خدا خواهد نزد ما می آید و نزد ما میگذرد گویا که ندیدوار میگیریم. الله سبحانه و تعالی همچنون تصفانده می شود و در این اعضای ما شما زیر کرده می شود. تصور کن انشاءالله خدا خواهد یک دسته کد انشاءالله خدا خواهد یک چلیکه کد بسوزه چقدر طاقت کرده نمیتونیم ما شما داد میگیم. اگه تصور که خدا خواهد که تمام اعضای خدا خواهد بدنی ما و شما را این اعضا این عذاب فرا میگیرد انشاءالله. اندک چیز گفته انشاءالله خدا خواهد دین از دست نتیم. گفتی مولایی میگه برای غارت دین دام دنیا رنگ ها دارد، مده از دست زینه رنگی دون دین و دیانت را. بیا انشاءالله دین ها از دست نتیم. و این نیرنگ شنمین از خوردن حقی مردم، یعنی زکات های مردم رو گرفتن، یعنی خدا در اشراشون ها گیم که یا که من گیم که صدقات فیتر میتین این چیزا را ما خوردن انشاءالله اهل ایمان اهل تقوا درست نیست عزیزان من انشاءالله. چون که این چیرکی مال است. این مال باید که انشاءالله خدا آدم 8 طایفه که خدا خواهد در یعنی خداوند سوره همین یعنی توبه آیت 60 در بیان میکند انشاءالله همین حق داران ما شما ادا کنیم. کمبغل، بیچاره، قرضدار انشاءالله خدا خواهد یا که نو اسلام قبول کرده یک انشاءالله برادر، یا اینکه خدا خواهد انشاءالله یک آدم از حج رفته نمیتوند، یک آدم از فی سبیل مسافر است، یا که طالب علم ها است انشاءالله باید که ما و شما این حق ها را به حق دار ادا کنیم. انشاءالله الله راضی میشود از ما و شما. سوال دادین که صدقات فیتر و نذر و زکات به کی داده نمیشود عزیزان من؟ اولا با پدر و مادر، بابا آچه چقدر بالا برود درست نیست عزیزان من. این چنین انشاءالله خدا خواهد زن به شوهر داده نمیشید از عزیزان من. و این چنین خدا خواهد انشاءالله به فرزندها به دخترها انشاءالله خدا خواهد یا که فرزندای آنها یعنی صدقات فیتر و زکات انشاءالله داده و کافر داده نمیشید از عزیزان من. بکی ها دادن افسر انشاءالله سوال دادین اکا و دادر، اپا و خوار، امک و امه، خاله و تاغا انشاءالله خدا خواهد. بینید
یعنی به فرزندای آنها سبب شه. گفتین که اینا در فتوای هندیه سبب چی؟ سبب یعنی بین یکدیگر سیله رحم پیدا میشه ان شاء الله. خدا خواهد مهر و عاقبت با وجود میاد که ما یکدیگر نه معامله کنیم، یکدیگر یاردن که دیگر نه بیتیم از اون. بعد از اون اگر مثال خیش و تبارک که خدا خواهد ان شاء الله به خدا و تین هستند، بعد از این ان شاء الله خدا خواهد همسایه ها، هم کسبه ها، هم صنف ها، هم شهری ها، هم قشلاقی ها باید که ان شاء الله خدا خواهد ما ادا کنیم. اگر مبادا هم شهرهای ما خدا خواهد تین باشد و قشلاقی همسایه نظر میکردیم که در قشلاق همسایه ها هم اگر مبادا نسبتی مردم ما محتاجر باشند، این چیزها را انشاءالله خدا خواهد دیم. در فتوای هندیه همین دادن انشاءالله خدا خواهد این صد درست بود است تا که انشاءالله حق شیابد و انشاءالله بدرگاه. برای چی کم بغل آفتین؟ چون که کم بغل هم بیچاره هم در روز عید یک خرسندی کنند، یک دیگ شو جوشد، یک فرزندکاش انشاءالله لباسکای خوب پوشد. خیلی که فرزندکای ما شما لباسهای خوب میپوشد و در کوچه ها شادان و خوشبخت میگردند. البته مقصد این دادن تا نماز عید چی است؟ تا نماز عید دادن این خدا خواهد انشاءالله صدقات فیدر درست کی تا که روز عید که روز خرسندی است، روز شادی است، نه روز ماتم. در این باره هم الهی صحبت میکنیم از ظالمان. روزی شادی خرسندی است، همون بیچاره یکان خدا خواهد انشاءالله در روز فرزندکاشون لباس خرند، یا که انشاءالله خدا خواهد یا خودی خداشون لباس های خوب پوشند، یا که اگان انشاءالله که یک یعنی محصولات های خوب بگیرند و این روز شادی را خرسندی را انشاءالله پیشواز گیرند. عزیزان من صحبت کنیم، صحبت بسیار است. بیاین عزیزان من انشاءالله خدا خواهد حق در حق دار ادا کنیم انشاءالله خدا خواهد. از الله حق سبحانه و تعالی بترسیم. حتی از این زکات و صدقات فطر و نذر مسجد ساخته نمیشه است عزیزان من، در فتواها است. یعنی کوپروک ساخته نمی شود، یا که برنیسه ساخته نمی شود، راه ساخته نمی شود عزیزان من، باغ ساخته نمی شود، بلکه همین انشاءالله که نام برکریم همین انشاءالله شخصان بتین. یا که آدمی باید اجزا حرام است عزیزان من، باید خدا خواهد باید که ما و شما نتیم انشاءالله. کسی که نصاب زکات میرسد پول مالش به زکات دادن انشاءالله که 85 گرم تلان دیگه میرسد که امروز انشاءالله خدا خواهد این چیزا بیان شدگی است میرسد. اگر انشاءالله خدا خواهد و یا برای و یا حرام است این گرفتنش. من امروز خدا خواهد گندم یعنی 2 کیلوگرم انشاءالله 5000 10000 در خدا خواهد رایانی ما و شما خدا خواهد سودای گندم بوده است. ما همراهی عالم ها هم صحبت شدیم انشاءالله خدا خواهد بیان کردیم. و اینچون کسی که جو میتید سومش 20000 سوم، کسی که انشاءالله خدا خواهد میز میتید 110,000 سوم، کسی که خرما میتید 180,000 سوم. برادرانی که کسانی که خدا خواهد امروز پول دارین، امکانیت انشاءالله خدا خواهد پول ما دارین، شما نمیزه بعد 2 کیلو گندم تین، شما نمیزه بعد خدا خواهد 110,000 مویز حساب کردین، شما نمیزه بعد انشاءالله 180,000 انشاءالله خرما رئیسات با چقدر بیشتر تین. الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا همو قدر بیشتر به ما شما میگردوند است. خدا قرآن از وعده میکند من جاء بحسنة فعشر امثالها، کسی که در راه من انشاءالله 1 سوم تید خدا 10 سوم میتید. انشاءالله این 10 کیلو که 10,000 دادگی با مثل خودش خود میتید انشاءالله 110 دادگی 180,000 دادگی نه با الله بلکه 180 میلیون انشاءالله خدا خواهد گردونده میتید. خدا در وعدش خلاف نمیکند. همیشه خدا انشاءالله ما نترسیم از دادن زکات و از دادن پولامی که بانکرات میشم کم بغل بشم. نه انشاءالله خدا خواهد نه انشاءالله الله سبحانه و تعالی یعنی در قرآن چندین آیت های فراوان در وعده کرده است که انشاءالله خدا خواهد. ما گفتیم مولای به یک قول به یک احسان 700 1 سوم که میگه در راه خدا میتی 700 سوم میتی. خدا با تو از این خدا خواهد در عائلت برکات میتی، در تنیسیت میتی، خاطر جمع فرزندکات امراشت درون از بلاهای عزیز سمای نگه میدارد. الا این چیزا را ادا نکنی خدا یک بلا را میتید سال
11 ماه همون پله در همون بیماری و همون گریه و همون غم و ماتم در صرفش میکنیم، چونکه این فرض است، این برای ما و شما قرض است، باید که اینا در یعنی همین ماه ادا کردن انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. عزیزان من، این چنین صدقاتی فید اینجا سوال شده است که آیا در شکم مادر کودک است دادن می شود؟ عزیزان من نمی شود. وقتی که کودک اگر گفتیان انشاءالله در کتاب های فتوا تا انشاءالله روز عید نماز بامداد اگر به دنیا بیاید البته و اینم صدقات فطر میتیم انشاءالله خدا خواهد. و یاش اسمی پیر اسمی انشاءالله خدا خواهد، البته همش نه خدا خواهد یا خونن 10 کس باشیم 10 کس نه انشاءالله خدا خواهد صدقات فطر انشاءالله خدا خواهد داده می شود. تا کم بغلا از جانب خودش صدقات های فطراشون باید بتیان همه، چون که روزه گرفته شد. این صدقات فطر کل حمام میگه پیامبر اسلام، این مثل یک حمام است انشاءالله، که یعنی ما و شما روزه هم نه وقتی که غیبت میکنیم یا گاه خورده میمونیم گاه با وقت میخیزیم به وقت میزیم، همه این صورت تازه کنندش گویا که یک صابون است که انشاءالله روزه ما و شما را تازه و پاکیزه انشاءالله به نزد الله 30 روز خدا خواهد انشاءالله میرود و از بالای ما و شما شکایت میکند ما چی طرز داشتیم و چی طرز انشاءالله خدا خواهد این ماه سپری کردیم، چی زیر خواندن قرآن می زیر ذکر و ذکری خدا خواهد بلبلانی قرآن ختم کردیم، همش نزد الله شکایت میشد. عزیزان من باید که با یک تازگی کنیم که پیش الله با یک سفیدی یک جوانی خوب شده انشاءالله سفر کند و از ما و شما اله راضی شود و پگه وعده که دارد ادوکت می شود و ما و شما را خدا خواهد نزد الله میبرد و بابی که دری که ریان است انشاءالله که برای خدا خواهد روزداران است انشاءالله خدا خواهد داخل میکند. عزیزان من در اینجا صحبت با آخر میرسونیم انشاءالله، پگه با چندین سوالا اومدگی است خدا خواهد قدر امکان قصه باشن انشاءالله لونده برای شما جواب دادن حرکت میکنیم انشاءالله. بین هممو این وظیفه که امشو گفته گذاشتیم الله که در پیشمون پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم مون و انشاءالله بزرگان اسلام موندن ادا کردن انشاءالله ادا کنیم تا اینکه انشاءالله الله این عبادت های ما شما را به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند و خدا در این دنیا هم و در آخرت هم شرمنده مگرداند. عزیزان من بگه محکمه سود الهیش می شود، نامبر مو میکنن، دعوت مو میکنن به کدام شکل و صورتی که ما در این دنیا زندگی کردیم باید انشاءالله نزد خلق و نزد الله شرمنده نباشیم. در همینجا صحبت به پایان میرسانیم تا صحبت دیگر خدا حافظی میکنیم. عزیزان من همیشه همه ما و شما را انشاءالله طاعت عبادت مون الله قبول کند، سایبان آخرت بگرداند. من اندک وقتامون گفتی بزرگان دهی دران بیستی پران یک چشمک زدگی نه این روزا را میگذرد، لیکن بعد از این پشیمان نشیم، بعد از این انشاءالله داد و گریه نکنیم سود نمیکند، فایدهش نیست. پشیمانی ندارد سود میگد، بعد پشیمانی سود نمیگه. بریم این وقت است در وقت ادا کنیم اجرا کنیم با یک خرسندی با یک شادی این ماه ادا کنیم. البته الله 11 ماه دیگر انشاءالله در خدمت ما و شما میشود و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.